وقتی با فردی بر اساس شخصیتی که دارد رفتار می‌کنیم، باعث می‌شود او از آنچه هست بدتر شود. ولی اگر با او طبق جایگاهی رفتار کنیم که گویی ظرفیتش را دارد به آن برسد، ما او را به فردی که باید باشد تبدیل می‌کنیم. یوهان ولفگانگ فون گوته، متخصص مغز و اعصاب معروف ویکتور فرانکل، توضیح می‌دهد که انتظار عالی بودن چقدر می‌تواند مهم باشد. فرانکل می‌گوید که شما می‌توانید عالی بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. دستیابی به ظرفیت واقعی خود تصادفی اتفاق نمی‌افتد، بلکه نتیجه حرکت به سوی هدفی فراتر از چیزی است که معمولاً برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید. بسیاری از افراد به اهداف خیلی معمولی رضایت می‌دهند، زیرا این کار منطقی است. مشکل چنین کاری این است که بر سر چیزهایی که واقعاً ارزش جنگیدن ندارند، رقابت زیادی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، همه در حال جنگیدن بر سر دستیابی به نتایج معمولی هستند. با این حال، اگر هدفی کاملا نامتعارف داشته باشید، متوجه می‌شوید که افراد بسیار کمی هدفی مشابه شما دارند. در نتیجه، در انتخاب اهداف دشوار، جادوی خاصی وجود دارد. اگر بتوانید تلاش برای رسیدن به آنها را شروع کنید، رسیدن به این اهداف نسبتاً ساده است. با وجود این، هر هدفی که برای خودتان تعیین می‌کنید نباید نامعقول باشد. کدام اهداف باید نامعقول باشند؟ من اغلب درباره قدرت پیروزی‌های کوچک و عادت‌های روزمره صحبت می‌کنم. به همین دلیل دومین یافته